قبل از آن باید اظهار نماییم که اظهارات مذکور اگر واقعا هم از جناب آقای وزیر گفته شده باشد اساس واقعی ندارد. چرا؟ زیرا تشکیلات قرضی تابع به جناب بابک زنجانی، من در نظرم منظورم جمعیت سهامی پوشیده بانک سهامی کانت، در آن دوره تا هنوز تحت تحریم‌های بین المللی قرار دارد. از آن جمله در اساس اعلامیه مخصوصی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا از 11 اپریل سال 2013 خدمت‌رسانی‌های انتقال‌ها و از جانب تشکیلات مذکور و تشکیلات‌های قرضی جمهوری تاجیکستان در اساس دستور مخصوصی بانک ملی تاجیکستان از 2 آگوست سال 2013 بازداشته شدند. همچنین تا این وقت با نظر داشت طلبات تحریم ها و در اساس تفتیش متخصصان بانک با سندهای بانک ملی تاجیکستان این تشکیلات از شدن فیلیال محروم کرده شده و عملیات حساب‌های مراسلاتیش در بانک ملی تاجیکستان بغیر از پرداخت انداز به وجود دولتی منع کرده شدند. از این لحاظ در شرح این حالت شاید اشتباه موجود باشد، زیرا بانک مرکزی ایران یک هیئت خیلی پرنفوذ بانک مرکزی ایران مخصوص برای تحلیل این مسئله تشریف آورده بود به تاجیکستان سال گذشته و اوید به موجود نبودن و انتقال نگردیدن مبلغ‌های ذکر شده باور حاصل کرده بودند.